دادستانی ولایت سراتوف روسیه از انجام بررسی پرونده استرداد شهروند 36 ساله تاجیکستان ناظر سابق شرکت برق خبر داد. او در تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 245 کودکس جنایتی این جمهوری به تصرف مبلغ‌ها عیبدار می شود. دادستانی گفت تفتیش انجام یافته یگان مانع درای به جوابگری جنایتی کشاندن این شهروند را نمی بیند و به این دلیل مرد متهم به حبس پیشکی گرفته شده درباره به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سپردن او قرار قبول کرده شده است. خود بازداشت شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بر اساس مواد پروندهش این نفر به آن عیبدار می شود که از 1 ایول تا 14 ایول سال 2022 یعنی در ظرف همگی 2 هفته کارش در مقام ناظر برق شبکه‌های تقسیمات برق شهر ترسونزاده با سوء استفاده از مقام برای تصرف پول‌های به او باور کرده شده به مبلغ 8945 سومونی یا چیز بیشتر از $800 را که شهروندان برای استفاده نیروی برق سپرده بودند دزدیده است. بعد این او پول‌های مردم را به کیسه زده از تاجیکستان فرار کرده است. او را ماه مارس سال 2024 بعد قریب 2 سال فرارش در حدود ناحیه از اینکه ولایت سراتوف در مرز روسیه دستگیر کردند. در این منطقه گذرگاه مشهور اوزینک جایگیر شده است که مهاجران معمولا توسط این گذرگاه مرز روسیه با قزاقستان را عبور میکنند. شرکت برق تاجیک اخیراً به 3 ساختار از جمله به شبکه‌های تقسیمات برق تقسیم کرده شد. یکی از ساختارهای از فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان انو سال 2013 این شرکت را عیبدار کرده بود که دیده دونسته در سندهایش قرض اهالی از نیروی برق را چند برابر بیشتر نشان می‌دهد. تفتیش اگنتی نشان داده بود که برق تاجیک قرض اهالی را 864 میلیون سومونی جمع بست کرده است که با قرب آن وقت 175 میلیون دلار را تشکیل میداد، ولی در اصل قرض اهالی از برق همگی 355 میلیون یعنی 2.5 مرتبه کمتر بوده است. رهبران برق تاجیک معمولا استفاده برندگان از جمله اهالی را در افزایش قرض شرکت عیبدار میکنند، ولی کارشناسان بر اینند که منبع اصلی این باطلاق قرض غوطیدن برق تاجیک کروپسیون سراسری و رهبری نادرست است.